به نام خداوند بخشنده مهربان. خب ما اینجا قرار راجع به در واقع کانسپتی که توی جلسه سوم بخش مهم ویلن داریم در مورد در واقع تودل سویچ رفتن و یه چرخ توی سویچ رفتن و مفاهیم کانسپت های اولیه ویلن. خب همونطور که ما سناریو رو تقسیم کردیم بچه، حالا من تو فاز اول اومدم یه سویچ گذاشتم این وسط، یه سینگل سویچ، اصطلاحاً میگن یه سینگل سویچ، حالا یه شبکه‌ای که فقط یه سویچ داره من اینجا گذاشتم. خیلی از روش‌های سیمپل و ساده داریم میریم جلو تا برسیم به اون لولایی که ادوانس باشه. این شکل سمت چپ که قسمت اسپلیت کردن داستان ما هستش، ما دیگه کاری با این نداریم، دیلیت میکنیم، فعلا اینو کار نداریم، شکلمون رو سیو میکنیم. حالا کاری که من میخوام اینجا انجام بدم خدمتتون، ببینید که یه سویچ واقعی بچه، من یه چی به شما اینجا نشون بدم. پکت ترس رو وقتی بخواید نصب کنید خیلی راحت. حالا سعی میکنم یه ویدیو راجبش من رکورد کنم که سیسکو پکت ترس رو چطوری نصب. حالا بعد این نصب کردین اوکی شد یا موفق نشدید، دایرکت با بنده در تماس باشید، من راهنمایی میکنم. پکت ترس رو که وقتی شما بخواید نصب کنیم به همین حالتی میاد براتون بالا، سناریو میره بالا. یه گزینه اینجا داره لاجیکال، یه گزینه فیزیکال. دیدی گوگل مپ رو باز میکنی یا ستیلایت ویو مپ ویو داره، این هم همون حالته. شما وقتی فیزیکال میزنی خیلی قشنگ یکم زوم اوت زوم این کنی میتونی نقشت رو اینجا ببینی، میبینی فیزیکیشو میبینی. حالا یکم زوم من در واقع ریستش کنم زومشو. یه حالتاییه که شما نقشت رو میتونی، حالا اگه بتونم واضحش کنم ببینی، ببین حالتیه که میگه این سرور روم منه. ببین چقدر قشنگ آورد، روش فقط من کلیک کردم میگه سرور روم منه. دو تا سرور گذاشتی، سرور یک سرور دو به پورتای سویچت خورده، باز میای پایین و دیگه سرورم خالیه. پس من یه سویچ گذاشتم، سه تا پاور برقم دادم، سرور یک سرور دو گذاشتم، ولی سرورمه و اینکه به من اینو داد. حالا اینجا ما میتونیم تغییر بدیم مسلما چیزایی که میخوام بذارم و اینجا هم نودا هم میتونم تک تکی اینجا من به صورت شماتیک ببینم. در کل به حالت فیزیکالش هم شما اینطوری میتونید ببینید. من لاجیکالی میرم جلو که اونم فیزیکالش حالا به مرور به دردتون میخوره، یعنی هر شما رو به او در واقع واقعیت نزدیکتر میکنه. کاری که من میخوام اینجا انجام بدم، الان میخوام وارد سویچ بشم. بچه‌ها زمانی که من یه سویچ از تو کارتون میرم خرید میکنم، سویچ سیسکو دارم میرم خرید میکنم 000 این سویچو میرم میخرم. اوکی 000 این سویچو من خرید کردم، پاور آداپتورشو پاورشو وصل میکنم به برق، تمام. یه کابلی اصطلاحاً دارن که روی تصویر الان میبینید به نام کابل کنسول. این کابل شما یه سرشو وصل میکنید به سویچ، یه سرشو وصل میکنید به لپتاپتون. با لپتاپ وقتی میخوایم بهش کانکت بشه یه نرم افزاری رو بعد دانلود نصب کنید به نام پادی. می‌نویسم روی صفحه، لینکش هم توی دیسکریپشن میذارم. پادی رو دانلود نصب می‌کنید، با پادی SSH یا تلنت می‌زنید به سویچتون. معمولا SSH به صورت دیفالت فعال نیست، حالا فعالش می‌کنیم توی روزایاتی. باید تلنت بزنید. تلنت پروتکل ناامنیه، همین اول بگم تلنت پروتکل ناامنیه، استفاده تا جای ممکن نکنید. پس من سویچمو خریدم، کابلشو وصل کردم، برقش هم زدم. کابلی که اصطلاحاً ارتباط سویچ منو با لپتاپ من برقرار می‌کنه بهش میگن کابل کنسول. یه کابل کنسوله که درایورش هم باید نصب کنید، کانکت بشین رو سویچتون. وقتی کانکت میشین بچه‌ها، من دو حالتش الان براتون میرم. میخوام اولین کاری که میخوام بکنم توی ویدیو، میخوام بهتون بگم به این سویچه بخوایم کانکت بشیم. سناریو اولم اینه که لپتاپمو من دارم، لپتاپمو اینجا میذارم، اینم سویچم. کابل کنسول بچه‌ها تو قسمت کیبلینگا تشریف ببری، این کابلی که شما روش بری سمت پایین میزنه کنسول. کابل کنسول منه، میگم یه سرش به سویچ، به کجا؟ به قسمت کنسولش و ما بقیش به این سویچه، به RS232. RS232 یه پورتیه، اجازه بدین کابل کنسول با هم ببینید بچه. کابل کنسول ماست، چیزی که من می‌خواستم این کابل کنسول ماست که معمولا ایتوری هستش. ایتوریش به درد ما نمیخوره معمولا، الا اینکه این سرش وصل میشه به جایگاه پورت سویچتون. یعنی چی؟ میزنیم سویچ سیسکو 2960 کنسول. این قسمتی که شما میبینید دایره در واقع آبی رنگ دورش کشیده و زده کنسول، این همه کابلیه که شما میرید خرید میکنید. میگه این طرفش که حالت پورت شبکه داره به سویچتون میزنید، اون طرفش رو به کامپیوترتون میزنید. حالا کامپیوتری که دارید باید حتما یه کارت شبکه RS232 یا رو مادربردش RS232 کارت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این کارت رو باید داشته باشه. می‌بینی کارت باید رو کیس شما نصب باشه، رو لپتاپ که عمرن نداره، الا اینکه لپتاپ‌های قدیمی رو بعضی مادربردها هم هستن، مادربردهای قدیمی. جدیدن دیگه اصلا این کابل نیست که شما اینو بری وصل کنی، یعنی مستقیم سری ولی سرش هم به کامپیوترتونه، با اون کارتی که تو کامپیوتر نصبه وصل میشه و بعد درایورش رو نصب می‌کنید با نرم افزار پادی. من اینجا بهتون نشون میدم
پادی دانلود. این ابزاریه که خیلی محبوب فامیلیره. این پادی رو دانلود میکنید. اینم محیط پادیمونه. یه حالت این مدلی داره که شما انتخاب میکنی SSH تلنت چی میخوای بزنی بشو و در واقع کانکت میشی به دستگاه. پس این مواد لازم ما برای وصل شدن به سوئیچه. خب حالا من یه جایی میبینم مثلا من کارت ندارم، این کارت رو باید برام هزینه کنم بگیرم، کیس رو نمیتونم هم کنم، یه لپتاپم جا نداره. کار برای شما راحت کرده. شما وقتی کابل میخوای بری این کابل رو در واقع بگیری، کابل RS232 رو بگیری، من یه بک بزنم، یه تبدیل باشه. بچه‌ها نگاه کن، تبدیل RS232 تو USB. ببین RS232 بهش میخوره، من دقیقاً همین کابل رو دارم، دقیقاً اینو دارم، باش کانکت میشم. یه ترش که کابل کنسوله که RS232 میخوره، یه سرش هم RS232 تو USB. USB شو وصل میکنم به لپتاپم، اون سرم وصل میکنم به سوئیچ. یه درایوری کابل داره نصب میکنم که نصبش هم تو روزهای آتی میگیم، به راحتی کانکت میشم به دستگاه. وقتی کانکت میشم به دستگاه، به اون تجهیزم، اولین چیزی که باش روبرو میشم این هستش. من بذار شکلمون رو بیارم بالا، بریم اینجا. فعلا با این من کار دارم، زوم میکنم اینو یکم. اولین چیزی که من کانکت میشم فکر کنم این سوئیچمه، اونم کابل RS232 مستقیم به این لپتاپ خورده، وصل میشم به لپتاپم. تو قسمت لپتاپم یه بخشی داره بچه‌ها، پادیشو وقتی بیاری بالا در واقع قسمت همون فرض کن SSH اینه. تو قسمت دسکتاپش که میری یه قسمت ترمینال داره، همون SSH انگار داریم تلنت میزنیم بهش. اوکی میکنم، الان رفتم تو دل سوئیچم، چند تا کلیک کنم کانکت شد به تو دل این سوئیچه. اینجا توی سوئیچ هست، میگه چند تا کلیک بزنید. بچه‌ها محیط اولیه سوئیچ این مدلی هستش که شما دارید میبینید، به صورت کامندیه، نوشته اسم سوئیچ رو میزنه. اینتر که بزنید در واقع بالا میره کامنداتون. اینجا شما باید دستور بنویسید، یعنی مثلا من الان میخوام دستور بزنم EN، همون تب میزنم اینیبل، وارد یه فضای جدید شدم. ببین سوئیچم اصطلاحاً به این فلش جلوی سوئیچ، این فلشی که علامت بزرگتره، سوئیچ علامت بزرگتر. قسمت اول اسم این دیوایس همه که اسمش گذاشته سوئیچ. قسمت دوم علامت بزرگتر محیط یوزر موده. تو محیط یوزر مود من محدودم، من زیاد نمیتونم کار خیلی زیادی انجام بدم. خب من شیفت و علامت سوال بگیرم، کامندایی که میتونم بزنم و اینجا به من نشون میده. شیفت و علامت سوال خودش میاد، میگه کامندا رو میتونی اینجا دیزیبل کنی، میتونی دیسکانکت کنی، میتونی اگزییت بزنی، میتونی پینگ بگیری، میتونی شو کنی، تلنت بزنی، ترمینال بزنی و تریس کنی. پس محدود نمیتونم، کارم محدوده. حالا بخوام باز یه لول برم بالاتر، یکم کامندای بیشتر بزنم، کافیه بزنم اینیبل. اصطلاحاً به محیط اینیبل ما میگیم قسمت پریویلیج مود، یعنی یه لول بالاتر یوزر مود. اینطور میزنم. ببین جلوی علامت بزرگ شد شارپ، یعنی یه لول بالاتر. اینجا شیفت و علامت سوال بگیرم، میبینی که چقدر کامند اضافه شده، من میتونم چقدر کامند اینجا بزنم. میبینی؟ حالا باز یه لول بالاتر بخوام برم کانفیگ تو تجهیزم انجام بدم، کار خفن‌تری بکنم، میزنم کانفیگر. تابو که بزنی بچه‌ها تکمیل میکنه. ترمینال اینتر که بزنم وارد مود میشم. اینجا علامت سوال بگیرم، اینجا دیگه فول فیچر میتونم هر کاری دلم میخواد کانفیگش انجام بدم. میبینی چقدر راحته. هر لولی هم بخوام برگردم بالا، کافی اگزییت بزنم، اینتر رفت تو پریویلیج مود، اگزییت، اینتر رفت یوزر مود. به همین راحتی. پس این مود هم یاد بگیرید. حالا باز راجع به مود من صحبت میکنم. پس حالا وارد سوئیچ هم شدم. خب تا اینجا ما وارد شدیم. حالا توی سوئیچ من وارد بشم، تو قسمت CLIش برم، اینجا هم اینتر بزنم. تو خود سوئیچ بچه‌ها تو پکت ترسر فقط اینجا میتونید این لپتاپم نذاری. لپتاپ من اصلا برمی‌دارم، کاری باش ندارم. میگم آقا این لپتاپ دلیت رفت. سوئیچ خام دارم میزنم، قسمت CLIش تشریف ببرم اینجا که فیزیکال خود سوئیچ رو من نشون میده. آقا این سوئیچ بنه 24 پورت، این دو پورت آپلینکشن. آپلینک یعنی ارتباط این سوئیچ با سوئیچ های دیگه، چون این پورت ها معمولا سرعتشون نسبت به پورت های دیگه بالاتره. CLI هم همون محیطی که الان رفتیم، اینیبل EN یا هم مخفف اینیبل، EN هم بزنه اینتر کنید میره. رفت تو حالت اینیبل، علامت سوال بگیرم، دقیقاً همون کامندا برام من میاد، در واقع عین همون میزنه. خب و یک کامند دیگه کانفیگر ترمینال. مخففه این کلمه هم بچه‌ها میشه کانف فاصله تی، کانفیگر ترمینال مساوی کانف تی. همین تا اینجا یاد بگیرین شما چطوری به این سوئیچ کانکت بشین. خیلی مهمه. پس مرور کردیم که ما یه سوئیچ می‌خریم، کابل کنسول بهش میزنیم یا کانورتور میزنیم و در واقع کانکت میشیم بهش. اینم بلد باشید، اینم یاد بگیرید. به طور پیش‌فرض سوئیچ رو شما به برق بزنید، روشن کنید، بیارید بالا، 10 تا کامپیوتر بهش بزنید، آیا جواب میده، کار میده؟ بله، هیچ مشکل نداره. چون یه سوئیچ به صورت پیش‌فرض تمام اینترفیس‌ها جزء ویلن یکه. ویلن یک بیسترین و پایه‌ترین و ناامن‌ترین ویلنه که باید هر چیزی زیاد تغییر بده. که توی ویدیو بعد میریم جلو با هم. پس
یه سویچ تمام اینترفیساش یعنی 24 تا اینترفیسی که من اینجا دارم عضو ویلن 1. ویلن 1 ناامنیه و بعد سریعا تغییر بدیم که تو ویدیوهاتی ما به این موضوع میپردازیم. فعلا خدا نگهدار.